بسم الله الرحمن الرحیم. نوای قرآن جانم فدای قرآن، نوای قرآن جانم فدای قرآن. این جمهور جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. آیین ما چنین است، برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. نوای قرآن جانم فدای قرآن، نوای قرآن جانم فدای قرآن. این جمهور جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. و رحمت الله و برکاته. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد از حمد و ثنای پروردگار و درود به پیغمبر بزرگوار، پیش از آغاز صحبت در این صبح مبارک، در این لحظه های نزول رحمت و در این لحظه های اجابت دعا و در این لحظه های مباهات و افتخار پروردگار بر ملائکه ها، از پروردگار مهربان برای همه شما عزیزانی که اینجا حضور دارید، چه از تاجیکستان عزیز و چه از دیگر جمهوری ها که همه برای ما برادر است و عزیز و محبوب، زیرا که مسلمان برادر مسلمان است. از خدای مهربان برای همه تان تن صحتی و خاطر جمعی، عمر دراز و تن صحت، رزق فراخ و بیشتر از همه توفیق بندگی خواهانم. از خداوند مهربان دعا میکنم شما را در این مسافرت ها که به خاطر تأمین روزگار خاندان، به خاطر تأمین کردن نفقه همسران عزیز خود و به خاطر برآوردن نیاز و حاجتهای پدر و مادران خود به اینجا، ناراحتی مهاجری و مسافری را میکشید. پروردگار براتان اجری که در قرآن عظیم و شان وعده کرده است، اجر جهادی در راه خدا نصیب کند. قرآن عظیم و شان در سوره مزمل دو گروه از بندگان خدا را خیلی هم مقام عالی عطا می کند، مقام بلند براشان قائل است
این هم یکی کسانی که از خانه برای خاطر اعلای کلمت الله با دشمنان خدا و اسلام در حالت جنگند و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، و گروه دیگری که از خانه های خود هجرت میکنند برای یافتن رزق و روزی، برای خاطر تأمین روزگار خاندان خود چه کار میکنند، چه تجارت میکنند، چه به کارهای دیگری که خدا برایشان حلال کرده است مشغول میشوند. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. این گروه هم خداوند براش ثواب جهاد در راه خدا اعلان کرده است. بنابر شما عزیزان که مهاجران کاری هستید، برابر مجاهدای در راه خدا اجر و پاداش دارید. اگر این هجرت کاری خدا، این سفر کاری خدا آلوده با معصیت و گناه نسازید. بازم تاکید میکنم که شمایان در پیشگاه خدا قدر و مرتبه بزرگ دارید. از این فرصت مناسب استفاده برده به خاطر اینقدر استقبال